توی همستر به 3 روش میتونید سکه استخراج کنید. مورد اول پیدا کردن کارت های دیلی کامبو هستش که من هر روز برات میذارم و 5 میلیون سکه میتونی پیدا کنی. این به خاطر فعال شدن هر روز شما هستش و میزان فعالیت شما رو میخواد بدونه. روش دوم مثل نات کوینه که با زدن ضربه و کلیک کردن روی صفحه بتونی سکه به دست بیاری. هر 20 دقیقه یک بار مخزنت فول میشه و میتونی سکه ها رو خالی کنی. روش سوم ماینر هستش که اکثرتون تو همین قسمت مشکل دارید. یک سری کارت ها در 4 قسمت هستش که ارزشش با هم دیگه فرقی نداره. فقط شما هر کدومو که بخرید باعث میشه سرعت ماین کردنتون بیشتر بشه. ماینر دقیقاً کارش همینه. زمانی که شما آفلاین هستی به مدت 3 ساعت برات سکه جمع کنه. شما با خرید هر کارت این سکه ها رو بیشتر میکنی و پروفیت تو بالا میبری. این پروفیت سرعت ماین کردن شما در هر ساعت رو نشون میده.